سلام علیکم، چطورین آقا؟ داری میریم یه سفر هیجان انگیز دیگه. با ما همراه هستین؟ بله که هستین. بزن بریم. آقا دارم سعی میکنم که وسایلمو جمع کنم و بذارم تو چمدون. مگه تموم میشه؟ هر سری هم تصمیم میگیرم که این دفعه دیگه وسایل کم برمیدارم. آخرش وضعیت رو فقط تو رو خدا خودت نگاه کن. بله، این وضعیت زندگی منه که نمیدونم چی بردارم چی بر ندارم. آقا توی یه چمدون اینا جا میشه؟ فکر نکنم. هر طور شده دیگه اینا رو یه سریاشو بر میدارم، یه سریاشم که دیگه شرمنده وجدان خودم هستم. نمیتونم واقعا واسه یه سفر یه هفته‌ای. آخه چجوری میتونه این همه آدم لباس برداره؟ خدایا، بریم که وسایل رو جمع کنیم دیگه. بالاخره تونستم وسایلم رو جمع کنم و داریم میریم به سمت فرودگاه. بریم ببینیم چی در انتظارمونه. خب بالاخره ما بعد از 12 ساعت رسیدیم فرودگاه. بریم که سوار هواپیما بشیم که واقعا خسته ایم. اینجا کاپیتان به ما اعلام کرد که دمای بیرون از هواپیما منفی 61 درجه است و من اصلاً باورم نمیشد. حدوداً 3 ساعت پروازمون طول کشید و ما بالاخره رسیدیم استانبول، ترکیه. اینجا ترانسفر اومد دنبالمون و ما رو داره میبره به سمت هتل. اینجا رستوران هتل هستش و در روز دوم هستیم. بعد از رسیدن به هتل کلی استراحت کردیم و روز دوم از مسجد ایاصوفیه که خودتون دارین میبینید، مسجد آبی و کاخ توپکاپی دیدن کردیم و بسیار جالب بود. چون هم براتون بگه که مساجد ایاصوفیه و مسجد آبی یا همون بلوماسک مساجدی هستند که برای اهل سنت ساخته شدند. برای ورود به مسجد ایاصوفیه و کاخ توپکاپی حتما باید ورودی یا همون تیکت بلیت تهیه کنید. ولی مسجد آبی برای عموم رایگان و آزاد هستش. برای رسیدن به این 3 مکانی که بهتون گفتم به راحتی میتونید از میدون تکسیم با تراموا به سمت محله ایاصوفیه بیاید و از این مناظر دیدن کنید و اصلا لازم نیست که بخواید تور گروهی تهیه کنید و وقت خودتون رو صرف بقیه بکنید. ما بعد از دیدن این مکان‌ها دوباره با تراموا به اسکله امینونو که خودتون دارید میبینید اومدیم. همونطور که میبینید یه سری آدم اینجا ایستادن و دارن ماهی میگیرن. و اون طرفتر برج گالاتا رو میبینید. ببینید برج گالاتا بسیار خوشگل و جذابه. جلوتر با همدیگه میریم ببینیم. خب جونم براتون بگه که اگه ظهر بود و به اسکله امینونو اومدین حتما ساندویچ ماهیشو امتحان کنید. فوق العاده خوشمزه است. ولی نگم براتون از بوش، چند ساعتی بوش همراهتونه ها. خب شب دوم سفرمون تصمیم گرفتیم بریم کشتی سوداتور، کنسرت نوشافرین عزیز. خودتون در ادامه خواهید دید که ما اونجا از اجراهای زیبا دیدن کردیم. رقص‌های مختلف ایرانی، اجرای گلشید جان، اجرای بانو بنیتا و اجرای نوشافرین عزیز. خب هزینه ورودی این کشتی برای هر نفر حدود $80 هستش که شامل ترانسفر و پذیرایی مثل شام، سینی میوه، انواع دسرها. جونم براتون بگه که شراب و آبجو به طور نامحدود. خب سکوت میکنم تا شما بتونید از اجراهای اون شب لذت ببرید.
با تو هر نفس با تو هر لحظه که دنیا شوره دارم واسه تغییر سایه کنیدم سرمه لاغر برای تو نورم هستم و دنیای تو هیچ کس نمیاد جای تو بشو. خب وقت شام خوردن و دیدن اجرای بنیتا عزیز. خب همینجا بود که همه رفتن روی سکو و شروع کردن به رقص و پایکوب. اینجا روز سوم سفرمونه و داریم میریم به سمت جزایر پرنس. جونم براتون بگه که خودتون میدونید که دیشب تمام انرژیمون داخل کشتی سوداتور گرفته شد و الان تنها امیدواریم اینه که خدا خودش یه انرژی توپی بهمون بده و بتونیم از جزایر پرنس تمام استفاده رو ببریم. استانبول چند جزیره داره که یه سریش نظامی و اصلا نمیشه وارد اونها شد و 3 تا از اون جزیره ها میتونن مسافرین و افراد غیر بومی اونجا به اون جزیره ها برن و دیدن کنن. اسامی اون 3 تا جزیره که میتونیم بریم ببینیم هیبلی آدا، بویوک آدا یعنی جزیره بزرگ و کینالی آدا یعنی جزیره هنایی هستش. اگه تا اینجای ویدیو همراه هم بودی لطفاً سابسکرایب، لایک و کامنت یادت نره. میدونی که حمایت های تو باعث میشه من انگیزه بیشتری بگیرم و ویدیوهای بیشتری بذارم. شب سوم سفرمون همونطور که خودتون میبینید با این قطار قرمز رنگ معروف استانبول خودمون رو رسوندیم به برج گالاتا. ببینید یه افسانه‌ای هست که میگن اگر با عشقت یا کسی که دوستش داری به زیر برج گالاتا بری و چند ثانیه‌ای رو اونجا سپری کنی هرگز ازش جدا نمیشی و تا ابد با همدیگه خواهید بود. خب روز 4 سفرمون هستیم و اینجا میدون تکسیم در نزدیکی هتل ما هستش. از اینجا قرار بود بریم به منطقه کاراکوی. جونم براتون بگه که از اینجا اتوبوس گرفتیم و رسیدیم به منطقه کاراکوی و اینم مسجد زیباش. فوق‌العاده فضای دلنشین و آرامش بخشی داره. لطفاً سر بزنید. خب بعد از دیدن مسجد کاراکوی و منطقه کاراکوی تصمیم گرفتیم به ونیزیا مال یا پاساژ ونیزیا بریم. اینجا فضای فوق‌العاده دلنشین و جذابی داره و پر از برندهای معروفی هستش. لطفاً اگه قصد خرید داری به اینجا سر بزن. فضای اینجا آدمو میبره ایتالیا. خودتون برج کجش رو ببینید. واقعا بامزه و گوگلیه. تا یادم نرفته بگم اگه استانبول اومدی حتما استانبول کارتش رو تهیه کن. همونطور که توی ویدیوی قبلی دیدی حتی برای دستشویی رفتن به این کارت احتیاج داری. خب اینجا روز آخر سفرمونه و دقیقاً اینجا حدود ساعت 8:30 صبح و هنوز هوا تاریکه. اومدیم صبحانه بخوریم و بریم به سمت فرودگاه. هوا یه جوری بارونی شده بود که میگفت فقط نرو 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 نرو. کجا میخوای بری؟ اینجا رو میخوای ول کنی بری کجا؟ ولی مجبوریم که برگردیم. راستی تویی که تا اینجای ویدیو همراه همی ولاگ زمینی ارمنستان و گرجستان رو دیدی؟ حتما یه سر بهش بزن پشیمون نمیشی. خب اینجا شهر فرودگاهی استانبوله. ببین میگم شهر اینقدر بزرگه که باورت نمیشه. تو تایمی که ما سفر بودیم کریسمس بود و فضای جالب و قشنگ فرودگاه خودت ببین. پرواز ما ایران ایرتور بود و پرواز نسبتاً خوبی بود. بدون تأخیر بود و همه چی اوکی بود. ولی به خاطر شرایط جوی آب و هوایی یه کوچولو مجبور شدیم تو خود هواپیما بشینیم و یه ربی تأخیر داشته باشیم. اینجا دیگه داریم میریم کم کم سوار هواپیما بشیم و بریم به سمت ایران.
اینم پذیرایی پرواز برگشتمون از استانبول به ایران و بای بای از این ولاگ.